دوستان عزیز خدا نگهبانتون باشه. شمالای متاسفانه میکروفون نداریم. ما زمان ای پس اکران همین خونه را نشان میتیم دوستان. بعد دقت تماشا کنید. نگاه کنید دوستان مهربان. همین خونه را ما یک طولی 3 هفته پیش در یوتیوب پارتوفتیم. 900,000 نرخ نوشا گفتیم. خیلی برادرها پیدا شدن که نمو فامیلش نگیریم. متاسفانه خیلی زالوک پارتوفت 300,000 اومد به همین جرا. این تکران و تکران بعضش اومدن به همین جرا ابیشت کردن. یعنی که از روی ویو شیده ما همین خونه را فروختن نتونستیم. بعضی آدما را اتکاس کردیم. اما اومدن به همین جرا و بعد بهانه‌کاوی سر شد. یعنی دمو 200 گکتار در کره 500 گکتار در کره. یعنی که دوستان عزیز من همین نشان میتیم. اما در این خونه دیگه نمیدرم. ای عاقبش همو ویدیو که هنگام میبرم میزنم دوستان. بعد دقت باشه کوی در چخلو میشه هویش کاکا. من بیرون نشان میتیم دوستان عزیز. این درش اوهانی بعد ای عاقبش باز میگم همو ویدیو که هنگام میزنم. تو دایی خنک باغام نتیم گودا کورا بیرون برمدن. نگاه کنید دوستان مهربان. مسئله участкаш چند ساتق اینجا زمین 40 ساتق و اونجاش 70 آبش 1 گکتار دوستان. دیگه من زیادی نشون گفتگی نیستم. سه که ما در همه یوتیوب گفتگیم در ویدیو گفتگیم همه است. این دوستان مهربان نگاه کنید. این ای همسایه مونه. همسایگی ای خواهش میکنم ویدیو را باز یه پهن کنید. این همسایگی اینا یعنی که همه سمالینسک اوبلاست من چند بارها تکرار میکنم. چند بارها تکرار میکنم. سمالینسک اوبلاست همچه خیلی که زمین میتین با پلوسی یعنی که خونه را میخریم ای پیش با ساتیقش هم میتیند. یعنی که 1 گکتار و 2 گکتار و 50 ساتیق و 60 ساتیق تا 100 ساتیق هم میتیند. اون خونه ما خونه که مقصد فروشی دوستان عزیز 900,000 خرج چخ کنه با خاطرش ممکن ارزش کنه 850 800 نمیدونم خلاصا. این ای همسایه کاری ده این اینجا کارتشکا کرده هر طرف هر چیز روز کرده. اما این زمین ما همین خیلی موندگی اون راست فیرما تو این راستا آبش 1 گکتار زمین در اختیار شای در اختیار همین خواجگی 100 سال زندگی میکنی 500 سال زندگی میکنی همین استفاده باری نما دفعه با جنگل در جنا اومده بودم. اینا دوستان مهربان همین خیلی رفتگی 1 گکتار زمین ها خونه اوجا خلاصه همین در اختیار خدمت فیرما منی اوغل منی این رنگی محکم کردگی اسم محکم نیست پروست محکم میکنی میگیری گو مول میکنی این احسای دولت پدرکای خونه خودش افیتسال نه فرم 40 ساتیق زمین داره دوستان مهربان. خواهش میکنم ویدیو را پهن کنید دوستان. بعد الحمدلله خونه کی در ویاز ما بود فروختیمش خونه کی در بود در ویاز ما بود و فروختیم یا 420 و 450 تا یا تایگش 500 تا و بچه که سال بود الحمدلله و هم فروختیم. ویدیو درست میشه اما از شما خواهش میکنم چی همین ویدیو را پهن کنه تا آخر گوش کنه تماشا کنه. یعنی که از دوام این من خونه را درنش میمونم بیرون یا نمیمونم. نگاه کنید دوستان اینا با کروگ نشون دادم. با کروگ هم 40 ساتیق محکم کرده بس که خوش رو او گاز درم همه چیز در درنش داره. یعنی که گازی طبیعیش نداره. گازی که چی میگن تری بالونی میگیری استفاده می اتاق اتاپلینی خیلی سادگی همش مستحکم خیلی همش تماشا میکنه. خونه همچنین داده میشه و آبشی 900,000 میگیم اما ممکن 800 850 هم خیلی جای سومگیریشه با فهمیدگی من. اینا دیده به همه کروگش محکمه. آخرش او ویدیو را میمونم خواهش میکنم دستگیری کنه پهن کنه ویدیو را تا که همه مردمی که نیاز دارن به خونه یعنی داکومنت همه 100% این 1 گکتار زمین با همین خونه از خونه درنش ببینید 4 در خونه در درنش دوستان مهربان داکومنتاش همش 100 پارنینگ مارنینگ همه کارایی 100%. خداوند حفظتون کنه رحمت برای دستگیریتون. از شما خواهش میکنم که همین ویدیو رو پهن کنید. از میریم درنی خونه میدرویم. خب دراش اوهانی این خونه یکم دوستان عزیز عزیز ما اومدیم یکم مخدوم در یکمش خونه کی کوخنی بود. این قدر کلون کوخنی گاز پاز خلادنی پلادنی خلاصه کسی یا بگیره هم میدره پروسو زندگی مینه به همه چیزش قطعی همون مثلا برادری کامپرسیون به همه چیزش بکنم. این حتما میدونم یکم کوخنی بعد یکم اول بگیم چیش بدرم وانش بعد این وانش دوستان عزیز این همه چیز شرایطش او فو همه بولو کلاپو کاروچی او بوزی اونیتاز این ای دوشابوی چی میگن اینش او گرمک او خنکنه خلاص از این
این میشود کوخنی دوستان عزیز میدرویم در چی در خونه اینه بسم الله الرحمن الرحیم اینه کلیدورش دوستان کلیدورش چند به چندش کنم 1 2 3 4 متر کلیدور شد 4 متر 4 در یک آیا 4 در یک کلیدور شد میدرویم دستیروس یکم خونه یکم خونش دوستان عزیز با تمام صنعتش دیوان پیوان کسی میگیره هم که پروستو میگیره زندگی میکنه فقط فول اینا میگیریم دست چپ چی میشود دیم خونه دوستان عزیز اینه دیم خونه خوب دوستان عزیز میتونی ان شاء الله با دیوان پیوانش فانیر قروچی همه اینا همش کار میکنه همش به حضور میگذاریم راستکی سیم خونه اینا با سیم خونهش با پلاس مالاس خودوی اینا بچه‌ها کم میگیره اینا بچه‌ها چیه اختاش کدی بچه‌ها کدیمش بگیره اینه خوراکش خلاصه همه شرایطش هست هر یک کامنته دوستان عزیز خیلی شوخی می‌کنم گاگو هر یک کامنتش پلاس قالین و شکاف و بعد با خوبی شوخی دوستان عزیز چیاشون پلاستیکیان اینه ترزوش همش پلاستیکن خوب دوستان خیلی دیگه من نمیدونم چی بگم خیلی شرایط با خودم سوم داشتم حاضر خودم میگیرم با میگم که خودت نمیخریش یعنی من ندارم شرایط خلاص از صحبتی درش دارم چیکنیم کوخنی دوستان مهربان خانه با 1 گکتار زمین گکتارش میگن 1 گکتار زمین با حوالی پرنیک گشنیچ پیاز با خانه پلاس قالین لوله گاز خلدین پلدین کروچی همه 900,000 میگیم نه که با سودا میکنیم همه‌اش 500 گفتیم خلاصه در 400 چند فروختیمش 420,000 خلاصه از اینکه ان شاء الله ایشم نرخ نوای خوب میکنیم فقط خواهش میکنم از شما بیکار زنگ نزنید خدمت خانه خری خدمت فرما و گاو مال و گوسفند میکنی همون شخصا زنگ بزنن مردم هم کار و زندگی دارن خداوند نگهبان تو دعا کنه پروردگار دعا ما که خونه را فروشیم و در کار خیر یعنی که اونجا چای بچه فروخته شده برای بچه خیر زندگی هر یک انسان مشکلات زندگی خچ داره که گفته در کار نیست اونجا موبیلیزاسیون گرفته شده یا بچه ممکنه خوب خانه مستحکم کروگش محکم 1 گکتار زمین خانه و در با 3 در خانه با کوخنی و ورنه پنه و دوش پوش قایدویش دوستان عزیز همش فروخته میشود در 900,000 شاید اگر با آدم میگن که همین زبان شیرین ما را هیچش میبره زبان شیرین باشه ممکن ارزونش کنه خداوند نگهبان در حق ما دعا کنه از شما خواهش یک کمی ویدیو را پهن کنید تا مردمی که نیاز دارن آیی به خانه بخرن السلام علیکم دوستان عزیز این راه شای با نگه که راهش خیلی راهش به خانه 800 متر به خانه را قریب 1 کیلومتر به خانه را و خصوصی خانه کمتر یک دیگه ایسین اسفالت این از میریم در رای کلون یعنی که تراس کلون این ای طرف دسیراس سنت مینسک ایست مسکو این راه نه بود دیگه این فروها را ببینید سبحان الله